نصب دندان طلا زمان مد شده بود، اما امروز دندان طلا کم خریدار است. ساکنان بیشتر به دندانهای صدفین رو آورده اند. در یک سال اخیر از صدها مراجعت کارمندان مرکز ولایتی استوماتولوژی کلاب همگی یک دندان طلا نصب کرده اند. یک سال یک آدم سراغ مراجعت کرد، تمام دندان طلا خودش شکاف شدگی بود، باید دسته کارم که دیگر خودش یک جای آورد همون رو برقرار کرد، ما دیگه مد نکردیم. برخی افراد نصب دندان طلا را از روی هوا و هوس انجام داده اند. محض دندان طلا بود که رخشانه چند کار خود را در کارخانه های بونفوذ از دست داده است. او پس از این حادثه ها دندان طلای خود را با صدفین عوض کرده است. من قطعی خارجی ها کار کردم، امریکن تو قطعی خیلی استیتیکه شو نمیتوه میگه و دیگه گیر زمین دون کمی قطعی میکنم سفید چون دادم. افرادی که در خارج زندگی و کار کرده اند پس از برگشتن به تاجیکستان دندانهای طلای خود را عوض کردند. حسین دانیاروف دندانپزشک تاجیک گفت که بدبینی از دندان طلا در خارج ساکنان را وادار کرده است تا آن را عوض کنند. مردم ما پیش جمهوری ما قریب هیچ جا نمیبرمدن. خود میرم روسیه دیگه دولت‌ها میروند برای میخندن از دندان طلا میگیرن. حتی پرزیدنت تاجیکستان چند سال پیش از افزایش دندانوران طلا در کشور انتقاد کرده بود. دندانپزشکان تاجیک میگویند بعد این همه آموزگاران و برخی افرادی که در اداره‌های دولتی کار میکردند آمده دندانهای طلای خود را عوض کردند. در جاده و مؤسسه ها نیز عدد آنهایی که دندان طلا دارند تا رفت کم می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.